وحشی بازی داری میگی؟ چرا عراق میگی؟ چرا میزنی؟ واو بزن. میخواستم برنامه بچینیم با هم سال بریم 40. حالا تمام و خدا بزرگ این بستنی بخوریم بابا، بعد بریم کافه مافیا بازی بکنیم. بازی کنی آخه تا بار یه دونه حسیری بده دیگه. چی باشه. داری؟ عروسکی هم داریم، عروسکش هم خیلی خوبه. یه شیر آه. میگه عروسک انگار باربیه. پول خورد داری حساب آدم زال بکنی یا من می‌کنه. کارت بکشم نه ها؟ من حساب میکنم تو کافر حساب کن. خانم چقدر شد؟ 2 تا حسیری بود یه قابل دونه نداره، عروسکی. 58 نه. بفرما. مرسی. بمونه. قربان شما. دست شما 2 تا هم درد حسیری نکنه. برای حسین ما بچش. بدید بی زحمت حساب بکنید. چشم. حسین عروسک باید بخوری یا کار دیگه نگو. دوستان میریم فاز کیاس. رجب صحبت کنه. آقای ابراهیم تو سفید صدمانی آقای ولادیمیر اول گانه کشید روی شهروندای اوکراین، بعدم تنها پوینت مثبتش که مافیا داده بیرون، ترور داده بیرون. اول بیرون داده که سفید نیست که برم سر. من فقط با ابراهیم دست میدم. دوستان از بیرون گرا بدید، ساید مخالف من برنده اعلام میکنم. ولادیمیر صحبت کنه. ابراهیم من اگه تو رو ویتو نمیگیرم تو الان بیرون بودی پسر. این آقا هم کلا به هر کی رأی داده تأخیریه. با من داشت دست میداد 1 دقیقه منو معطل که الان با من دست میدی. گاد میگه تبریک به گروه شربان. تمام. دوستان هر دو دوست آقای ابراهیم و سفید دارن. آقای ابراهیم با یکی باید دست ای بدید. دمت کرد. تبریک به گروه مافیا.